نزدیکی چوک محیب یا چوک حاجی ایوب هستیم یا دو بشه؟ من 3.5 4 ابی خواهمی حتما جمع و جوششون زیاد است که نام خدا 7 نفر بولانی پخته میکنن. با این وطندار ما یک چند لحظه صحبت میکنه، پرسا میکنه که خریدار و مشتری ما قضیت هست یا نیست که قدر زیاد بولانی اینا پخته میکنه. بولانی تندور پیش است. بله. وزیز پیش است. این بچه میشه من کمک کنم برگردیم. سیز کمک کنید. نی چیل بدات پیش است بولانی. زمین خبر تو رو بلا استخوان خود ما سر چون نامبردی قسمت نامبردی داره. مولانایی که ویدیوهایش به میلیون ها نفر دیدن و خوشبختانه امروز در این ماه مبارک رمضان در نزدیکی مسجد خواجه عبدالله انصار همراهشان هستیم. برای کافران زنجیرهایی را خداوند نصیبشان کرده که حتی میگه یک حلقه و زنجیر است در کوی دنیا که بیاندازه یک حلقه شه و کوی دنیا را تکه میکنه. سه روز پیش از این وطندار ما یک دوغ برده بودیم. حتما خوبش نبود. نه خوبش بود. دوغ برده بودیم. حالا آمدم که من اصلا اینجا بودم باز یک دوغ میگیرم، لکن بولانی را از همسایش گرفته بودم. بولانی را از او گرفته بودیم. ماشه از کچالو از گندنه است. همینجا پر میکنین؟ همینجا پر میکنیم، همینجا پخته میکنیم. که چقدر ثواب داشتن دیگه شما از زبان یک عالم دین شنیدین. ما خو عالم نیستیم اما دوست داریم از علمای اکرام بر شما آنچه را که نمیدانین برسانیم. گندنه است، کچالو است، گوشت است. اینیا را که میبینید گوشتی است. بله. بولانی گوشتی؟ بله، گوشت گوساله. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. آیت الله ساقزی هستم، همراه همکارم این عصر در خدمت شما. ما در نزدیکی چوک محیب یا چوک حاجی ایوب هستیم. یک ذره پیش که بیایید طرف چوک زراعت باز دستراست یک کوچه است که این کوچه در روبروش یک مسجد است به نام مسجد جامع خواجه عبدالله انصار که کوچه به نام کوچه انصاریه و هم کوچه مشهور به کوچه کیکمزه. کیکمزه؟ مشهور به کوچه کیکمزه است. چند روز پیش یکی از دوستا به نام سامی علیمی یک کامنت داده بود که از همین چاره عجایب یک گزارش بگیرین. ما گفته بودم که حتما چرا نه. امروز قسمت هم اینجا بود، اینجا آمدیم و یک خواهر ما هم که از سوئیس برای ما چند ماه پیش 1.5 ماه پیش پیام اومده بود که از همین منطقه یک گزارش بگیرین. او یک محترم از یک آل جناب میخرید که بازو آل جناب هم برشان دروغ گفته بود و آل جناب هم چند دفعه پیششان رفته بودم زمانی که تو کارشان دیدم از امروز روز باز تصمیم گرفتم دیگه پیششان به خاطر ثبت گزارش نمیریم که خوشبختانه تا امروز هم نرفتیم. با او خواهرم هم سلام تقدیم میکنیم. چه خب بس همکارم اول یک نماز بخونیم در اینجا نماز عصر باز بخیر دیگه دمی نزدیک می مسجد خوب بولانی زور است. ساعت ببین چند دقیقه مونده به نماز. وقت زیاد است. 15 دقیقه. برو خیلی تا وقت اکشم مصاحبه را میگیریم دیگه. با ما باشند. این افطاری دیگه در همین جا و نزدیک چوک محیب هستیم. بیننده عزیز سر امی کوچه نام خدا 1 2 3 4 5 6 7 هموطن ما بولانی پخته میکنن. حتما جمع و جوششون زیاد است که نام خدا 7 نفر بولانی پخته میکنن. با این وطندار ما یک چند لحظه صحبت میکنه، پرسا میکنه که خریدار و مشتری ما قضیت هست یا نیست که قدر زیاد بولانی اینا پخته میکنن. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ نامتان؟ نامم حبیب الله. حبیب الله جان چطور هستین همراه روزه؟ هستم شکر خدا را میگذره. این دو روز هوا یک ذره گرم شده. توان یک ذره هوا که گرم شده آدم خوابه. یک ذره آدم خسته میشه. خسته میشه. این 19 روز گذشت ولگش فهمیده باشین. والا همونطور است. روزای رحمت است. چند سال میشه که در اینجا بولانی پخته میکنیم؟ از ما برادر تقریبا 2 سال میشه. 2 سال؟ والا.
اینجا نفوسیات از چه قسمی نام خدا 7 نفر این بولانی پخته میکنه. یک کوچه که از برادر با نام همین مرکز کوچه بولونیا یاد میشه. کوچه که یک مزه هم یاد میشه. ما میگم بیاین یک نام دیگه هم بر شما بنین کوچه بولانی مزه. یک مزه خواهد است. نمی سر کوچه هم نام خدا 7 8 نفر بولانی پخته میکنه. چند بولانی روزانه پخته میکنید؟ تعدادش از هر کس هر رقم متفاوت است. از ما یک 180 تا 200 دانه یک نفر است. یک نفر. شاید از همسایه ما باشه یا کم از او باشه. بله. بازی خمیرش در کجا میگیرین خانه؟ این خانه خمیرش میگیرم موادش هم در خانه تیار میکنم. دیگه از خانه تیار کردم میارم یک پختش اینجا میکنم. یک گپ میزنم بولانی فروشی از ما کار نشه. همین بولانی که در خانه آماده میشه نسبت به مردا خیلی خوب خانم‌ها تهیه میکنن. بسیار منظم. تا افطاری رسید اینجا دیگه. تا افطار دیگه تا نزان شام. بولانی گندنه است و گندنه دارم برادر، کچولوگی است، ماشی است. ماشی است. 3 بجه اینجا می یا 4 بجه یا 2 بجه؟ من 3 بجه 3 4 اینم. ابی خوامی. خانه دمی کجاست؟ والا. مولوی صاحب. مولوی صاحب ما مولوی صاحب خیلی دوست داریم. مولوی صاحب شما برین جماعت برگزار بکنین، ما منتظر شما میمونیم. شما مسئولیت دارین. 5 بجه بخونین همینجا بیاین ما هستیم. خب منتظرتان هستیم. مولوی صاحب بعد از سالا گیر کردیم. ما امروز همسایه‌تان و چند لحظه صحبت میکنیم. خانه آباد بسیار زیاد تشکر. بینندگان عزیز پیشی وطندار میرم، گرچه حوصله هم نداره، خانهشان آباد. مکتوم خیر است. بعد از افطار ما برتران یک انرژی میخرم. واقعا باید حوصله نداشته باشه. شما سعی کنین نسبت به دیگران این نام خدا خیلی زیاد پخته کرده. یک نفر هم هست دیگه، مرا شاگرد بگه که حوصله زیاد شونه. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ خیرت؟ چطور است امروز روزه؟ بگذره بخیر. نامتان؟ ربیع الله. زبیح الله؟ ربیع الله جان. چند سال میشه بولانی پختن؟ تقریبا 10 11 سال میشه دمینجا. پدر ما بود و خب پدر ما قضا کرد. خداوند جایش جنت داشته باشه. حال شما هستید؟ چند شاگرد دارین؟ الان خود دو دانه هست. یک بیادر کلام ما نیست، سر هفته 4 کار داره میایم. فکر میکنم در بین 7 کس که بولانی پخته میکنه شاید شما زیاد باشه. بله مشتری زیاد باشه. از همونجا معلوم میشه. شما روزانه چند تا میشه؟ 200 300 دانه میشه. شما پس همونجا میفروشین یا نفرای سیار دارین؟ نه جای به جای؟ بچه هست میبره دیگه خلاص. در پیش چوک میبرن؟ تو فروشی پیش اون مسجد دیگه. اونجا؟ با خاطر که امروز بعضی ما صحبت میکنیم بازون هم تو ماشینای سیار هم دارن. نه یک 50 100 تا را بار میکنه رخصت. اما همینجا نمیرسن. در بین 7 بولانی که ما هنوزم نمیرسن. نامخدا نفوس کوچه خیلی زیاد هست. مردم شهر هم بسیار میاد. این طرف هم میاد. مردم هم مختص. خمیر از اینا رو در خانه تیار میکنی همینجا؟ خانگی. چی هست؟ ماش، کچالو، گندنه. ماش، کچالو، گندنه 3 نوع. چند بجه شروع میکنه؟ خودت شاید 1 بجه شروع کنه به خاطر که از خودت زیاد هست. ما 1:30 2 بجه شروع میکنیم. تا افطاری را. تا افطاری. شام میمونه با خلاص که شد دیگه قید. خانه آباد بسیار زیاد تشکر. بینندگان عزیز اینجا یک وطندار ما بولانی تندوری پخته میکنه که همین لحظه کشیده است و اونجا هم روغن ماندگی است. اینمی روغن زده است. سلام علیکم. و علیکم السلام. جور بخیر. قناقسız? Jonguna jur bak. Yaxshi misiz? Şükür duay. Ot ismidir? Fazıl Mamat. Aka Fazıl Mamat qayerdan bilasiz? Faryobdan. Faryobdan? Faryobdan mayman. Ay maşallah. Mazorga o'ltirasizmi? Bale. Necha yil bo'ldi mazorga zindagi qilasiz? 5 yil bo'ladi. 5 yil?
بولانی تندور پیش است. بله. وزیز پیش است. این بچه میشه این کمک کنم برگشت. سیز کمک کنم. نی چیل بلد پیش است بولانی. زمین خبر تو رو بلد استخوان خود ما سر چون نامبردی قسمت نامبردیه داره. شو بلم نانایی بارم یا خلاص؟ یا بس خیلی بخیر خوب برد. شو بر رمضان چی یا باشه بر رمضان نرم بار؟ ولی که من خواست خدا بلد یورید خلاب دیرو ماده که پای بلد یورید خلاب بعد مشکل قرار خیلی مشکل نی چیز بولانی بلده. چیزی که زیلی کیس خلاب داره. یکی زیلی. دانست خنچه. بوره بچه. اون افغان. بله. نماری چیگه؟ هم که چالو با گندن مارک مایلی کاتو سیاه مارک اشتیاسه رقم خواه. موادلارنو ویگه تو؟ بله هم ویگه خلاب داره. نیچی به بجنان شروع خلاص. فقط ساعت وشتم شروع خلاب داره. وش بجنان؟ بله. تا افطارگه چه بار؟ تا افطارگه بار سرای خواهد بارم دیگه برسه. ساق بلنگ سلامت بلنگ یکه. رسولم کم خماسن با عزت بولید. تشکر. بینندگان عزیز، ما خوشبختانه بعد از 1 سال یا تقریبا 1.5 سال دوباره با مولانا صاحب سر خوردم. مولانایی که ویدیوهایش به میلیون ها نفر دیدن و خوشبختانه امروز در این ماه مبارک رمضان در نزدیکی مسجد خواجه عبدالله انصار همراهشان هستیم. مچ اینجا آمده چه قسم است؟ زیاد سوال داریم. اول امروز یک مانده نباشه میکنیم. مولانا صاحب بزرگوار سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ خیر و خیرت؟ شب و روز بخیر میگذره؟ الحمدلله جور سلامت خانابت. بعد از 1.5 سال میشه شما رو میبینیم. بعد از 1.5 سال میشه یک بار دیگه ما و شما در برج غضنفر مصاحبه کرده بودیم. بله. در برج غضنفر مصاحبه کرده بودیم. بعد ما آرزوی امیر داشتیم که یک مصاحبه دیگه بکنم تا درد یتیم، درد بیوه، صدقه های مسلمان ها را، مشکلاتی که در کشورهای پهلوی ما کشورهای اسلامی است تا باشه گفتم به مردم یک من سوال زیاد دارم شما بس جواب میتونید. اینجا کدام جای تازه مقرر شده؟ بله مسجد ما خطیب مسجد جامع انصاریای دوم هستم. مسجد انصاریای دوم. اما اگر از دیدگاه یک آگاهی دیگه بگوییم که علمای افغانستان کلش میفهمه به نام مسجد مولوی صاحب ابوالاسفار علی محمدی بلخی میگه که عالم بزرگ چی که تنها یک عالم نه که یک ولی خدا اولیای خدا بود که عالم ظاهر و باطن بود. در مسجد از اونها خطیب هستم. به خاطر یک نکته را گفتم که علمای محترم که مصاحبه مرا ببینه باز جایگاه مرا میفهمه. خیر بین زنده باشه. بله بله. ما دو سوال است پیش شما داریم. در این ماه مبارک رمضان برای ما بعضی از هموطنان عزیز ما از کشورهای اروپایی صدقه روان میکنه. باز ما به نام امونا با یک فقیر و مستحق 19 روز میشه که با مبلغ 30,000 39,000 4,000 مواد خوراکی میگیریم. در رابطه به این موضوع مولانا صاحب کمی معلومات بده که چقدر ثواب داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی روح سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. صدقه را خداوند تبارک و تعالی به 10 جای قرآن ذکر کرده که اگر شما یک افغانی 1 روپیه صدقه میکنین 10 حسنه برایتان ثواب میده. یک دوم در دیگه جای خداوند تبارک و تعالی گفته کسی که صدقه میده خداوند 2 چند میده برش. و دیگه پیغمبر علیه السلام در مقابل صدقه خیلی احادیث هایی هست که رسول الله علیه السلام میفرماید که صدقه بلا را دور میکنه، صدقه دعای قبول میکنه. طور مثال پیغمبر علیه السلام میفرماید که کسی که فردا صبحگی در بازار داخل میشود در بازار یک ملائکه هست صدا میکنه که ای خدایا کسایی که به مسلمان ها صدقه میده خیرات میده دست مسلمان ها را میگیره الهی اونا را چند برش بیتی. حدیث رسول الله علیه السلام است. اما کسایی که بخیلی میکنن این ملائکه ها در بازار معرض است صدا میکنه که از اونا بگی ای پروردگارا. پس اگر ما امروز داستان صدقه دهنده ها را اگر ما با حدیث و آیه و کل اگه تشریح بکنم زیاد میرم. چرا در زمان بنی اسرائیل یک زن بود شوهرش این طلاق نداده بود ولی همین یک نامه به خوشش آمد، خوشش نامه دروغ نوشته کرد که شوهر تو را طلاق دادم. این زنکه از خانه برآمد ولی این صدقه میته با برکت همین صدقه شوهرش پیدا شده میبینه نعمت تو را طلاق ندادیم، شوهرش هم بدش میاد، طفلش هم بدش میاد و دست یادین هم به یک روایت میبینه قطع شده، دست قطع شدگیش هم خداوند شفا میده. این از برکت صدقه. پس ما جوانا و نوجوانایی که در خارج از کشور میره و اونا به همون کشوری که فساد به اوجش رسیده ولی از اونجا که صدقه میده و اونا دردی دل داره، درد دل افغانستان داره، درد یتیم افغانستان داره و این احساس میکنه که در کشور ما مردمای فقیر و بیچاره است، بیا یک چند افغانی برای اونا روان کنیم. من از اونها جان تشکر میکنم. چرا
اکثریت جوانای مقدار خارج رفته صدقه خود نمیکنه اما از دیدگاه فساد از دیدگاه بهوش بی حیاییش رسیده دور از شرافت بعضی دور از شرافت بعضیا. بله. ولی او جوانی که در کشور خارج رفته با وجودی که 4 طرفش فساد گرفته، فساد 4 طرفش گرفته، ولی در شرایط فساد که صدقه میکنن خوش حالشان معظمی صدا میکنم از دیدگاه یوتیوب که خداوند اجر بی پایان برایشان نصیب بگردونه. خوش حالشان. سوال دوم دیروز اسرائیل بعد از اینکه مدت معاینه آتش بس پره شد، تنها دیشب 400 فلسطینی توسط بمباردمان اسرائیلی‌ها به شهادت رسید. 55 کشور اسلامی داریم و هر کدامش خود ابرقدرت حساب میکنه، همشان سکوت اختیار کردن. از نگاه دین دیدگاه شما چیست؟ چرا کشور اسلامی سکوت اختیار کردن؟ ما بسیار یک جواب قناعت بخش به تمام کشورهای اسلامی میتم. بسیار جوابی که از دیدگاه قرآن و حدیث رسول الله علیه السلام، چرا هرچی که به فرمول قرآن و حدیث میگه او بسیار خوب است. بله. ببینین تا جایی که گمانی ما است دیگه، ما دیگه فکر نمیکنم ولی اگر از یک بخش سیاسی از یک نفر افغانستان برای از 100 نفر پرسان که 100 تا 100 گپ میزنه. بله. از دیدگاه ما آتش بس یک بهانه هست. کشورهای اسلامی را هم خواب برده ها هستند، دروغ هر کدام صدا میکنن که ما ابوالقدرت هستم. ما یک نکته اشاره میکنم بسیار خوب. عربستان امروز کشوری ترقی دار هم است، کشوری است که کشوری متبرک هم است، ولی ما در عربستان با عربی مثل بلال افتخار میکنیم رضی الله تعالی عنه، با عربی مثل هلال افتخار میکنیم. دور از عربای خوبی ما باشه، ما کلی سلبی کلی نمیکنیم. نامشان نگیریم. دور از عربای نه به عربی بی غیرتی که ببینین با دختر ترامپ علیه لعنت رقصید، نه ویدیوهایش برآمد. عکس خانه کعبه را کشیدن، در گرد خانه کعبه زنای بی حیا رقصیدن. گفتم ما به عربی بی غیرت نه ما به عربی مثل بلال افتخار میکنیم رضی الله تعالی، نه به عربی که 4 زن چی میکنی؟ زنی پنجم خوش میشه، 4 ما اصله میکنه، پنجم در جای 4 میگیره، شهریش جور میکنه عیاشی. یک دوم آنقدر این مردم حیاش از سرمایه رسیده که از مصر رفته زن میگیره، از کویت زن میگیره. آیا مگر اینا از درد فلسطینی خبر ندارن؟ از درد یتیم فلسطینی خبر ندارن؟ دوم برید که بگویم اونا را چی میکنی؟ عروسی میکنه، کمود دخترش از طلا میته. اینا آنقدر عیاش است. اگر امروز عربستان تیل خود بند کنه امریکا جام میمونه. امروز سعی کو یک حاجی صاحب از عربستان آمد، ما در گوش خود شنیده چیم ندیم، گفت بچه امی ملک سلمان کسایی که پایوازیش میکنه آمریکایی ها هستن. اینا در روز محشر بر رسول الله علیه السلام چی جواب میدن؟ ای عرب اینا از قوم رسول الله علیه السلام هستن. ما عرب چیزی به احترام زبان رسول خدا عرب چیزی نمیگیم. همینجا ما ولی ببخشید یک دقیقه ما گپ از رسول اکرم صلی الله علیه و سلام زدیم. ما میگم که همه چیز با دعا نمیشه. ببینین اگه با دعا میشد پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلام خودش باید در جنگ اشتراک نمیکرد، عملا در غزوات اشتراک میکردن. یعنی همه چیز در دعا خوب نمیشه به نظر من. ببینین ما یک گپ میزنم، گپی خوبی زدی. دعا یک وسیله است. بیشتر صدقه را گفتی، صدقه یک وسیله است. اگر یک نفر میره میگه من میرم بخیر یک موتر میخرم، میرم یک کاری خود حل میکنم، پیش از این در حدیث آمده که اگه صدقه بکنه خدا مشکلش حل میکنه. اگر یک کسی در سنگر جهاد در مقابل کفار میره، پیش از این اگر صدقه میکنه که خدا به برکت این صدقه ما را در مقابل کفار پیروز بگرد. ما در این چیز نداریم، این ریشه شرعی داره. اگر ما دعا میکنیم، دعا هم ریشه شرعی داره. دعا و مخل عبادت، دعا مغز عبادت است، ولی ما به دعا تکیه نکنیم. به دعا تکیه نکنیم. چرا؟ اگر ما به دعا تکیه بکنیم، خیلی چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غزوات اشتراک کرد، دندان مبارک شهید شد، شکمبه شتر و چیزشمان. خداوند آیت نازل کرد که بخ جهاد بکو و جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. اگر مثلا دعا میشه رسول خدا را هیچ وقت نمیگفت تو چیز بکو، تو بخ جهاد بکو. یک دوم شما سوالی پیشتر کردین، گفتین مسئولیت 50 چند کشور؟ 55 الا 54 کشور اسلامی در مقابل فلسطین چیست؟ ما چی میگم؟ کسی که خفه میشه خوش میشه، ما فتوای ما اینمی است، گفتنی ما اینمی است که اگر 10 کشور اسلامی به خدا قسم است اگر که دست بالا بکنه، فلسطین و غزه اسرائیل یک کشوری که خورده است، اگر 10 کشور مسلمانی دست بالا کنه اونا بگل میشه. اما اینا کلش خواب برده ها هستن. در میدان محشر ای وزیرا ای پادشاه ها را کلش انشالله که زنجیرهای آتشین به گردن از اینا میکشه، دماغش بند میکنه، دهن اینا میکشه، بگه شما همینقدر غلامی غرب بودین، غلامی پیسه بودین که سرتان هیچ بالا نکردین. اینا مسئولیت در روز محشر از اینا پرسان میشه. از کلش 50 و چند کشور از 54 کشور به خدا امروز 1.5 میلیارد 2.5 میلیارد مسلمان تقریبا در سطح دنیاست. اگر اینا دست بالا کنه کافرای دنیا جام میمونه. اما نه خیر، اینا نمیکنن، اینا دست بالا نمیکنن. یک دوم سعی کن خداوند امریکا را آتش زد، نه امریکا را آتش زد، کالیفرنیا
سعی کن اگر مسلمان واقعا اگر یک کمی یک درک داشته باشه، فکر داشته باشه، این امریکا آتش زدن یک تعلیم است برای ما. تو چی تعلیم است؟ الله نشان میده که ای بنده هایم، این نمک که شما کمک میکنم امریکا رو آتش زدم، شما یک کمی خودت تکان بدین، نمک کمک کردم، سعی کن درد داده رایستم یک کمی، شما یک کمی جرأت بکنین. اما مسلمان امروز خواب برده است، امروز مسلمان خواب برده. دوم، چرا خداوند حمایت نمیکنه؟ وقتی که فلسطین آتش زد، غزه را آتش زد، بیت المقدس که قبله اول مسلمان است، همین دیشب پریشب قریب 400 فلسطینی را 4000 چقدر فلسطینی را میگه به قتل رسان، طفلکا را شهید کرد. خداوند شهادت شه به دربار بینیاشش قبول بگردونم. ولی خیلی چرا خداوند حمایت نمیکنه؟ چرا خداوند پرسان نمیکنه؟ جواب الله میفرماید در قرآن شریف: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. شما گمان نکنین که خداوند از ظلم ظالما بیخبر است. نخیر، الله میگه من بیخبر نیستم، بلکه وقت میدهم. انما لیؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. ما یهود و نصارا را در روز محشر گرفت میکنیم که در اون روز که چشما همین از فرق سر بالا میشه. خیر است اگر در دنیا ما میموریم، کشته میشیم، قتل میشیم به خاطر رضای خدا برای دین الله، ولو فلسطینی است، ولو غزه‌ای است، ولو مسلمانی است، ولو ترکیه‌ای است، هر کسی است، ولی مسلمان هستیم به خاطر اسلام شهید میشیم، هیچ کدام مشکل نیست. الله جایگاه ما را در جنت تعیین کرده باشه. ولی کافرایی که امروز با دندان مسلح است در مقابل فلسطین و غزه، یک چهار سبق هر چقدر عیش و عشرت میکنه، الله میگه که بل هم فی شک یلعبون، بلکه کافرها در لعب و ساتیری هستند، در شک هستند. بل هم فی شک یلعبون، بلکه کافران در شک ساتیری میکنه، در قیامت، در آمدن قیامت شک هستند. خداوند میگه که اینو با در روز محشر میفهمه که اینا را ما با چه عذاب گرفتار میکنیم. یک نکته دیگر اشاره میکنم، در روز محشر برای کافران زنجیرهایی را خداوند نصیبشان کرده که حتی میگه یک علقه و زنجیر است در کوی دنیا که بیاندازه یک علقه شه و کوی دنیا را تکه میکنه. زمانی که کافرها از دوزخ میبره که بگریزیم، میگه ملائکای غلاظ و شداد است، میگه که علقه میندازه گشته از پایش کش میکنه، میگه کجا میری؟ آخرین گفتنی ما چی است؟ اگر مسلمانی غزه‌ای است گفتم، مسلمانی فلسطینی است، ولو مسلمانایی که در افغانستان در طول 40 سال 50 سال انقلاب شهید شدن، اینا خود نوش جانشان در درجه شهادت رسید. بدا با حال کافرایی که در این دنیا میکنه، در آخرت چی میکنه؟ در آخرت محروم هستن از جنت الفردوس. بسیار زیاد تشکر. شما رو دراز بیدم دیگه. من خوش دارم که هر وقت شما مصاحبه بکنین تا ما باشه که درد یتیم، درد بیوه، درد بیچاره، درد مسلمانای همسایه ما به جهان اسلام اعلان کنیم که ای پادشاهای اسلام بیدار شین که وگرنه شما مسئول هستین در مقابل فلسطین و غزه، مسئول هستین. بسیار زیاد تشکر. یک آغوش بدیم مولوی صاحب. بعد از مدت ها شما را دیدم. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. بخیر باشین. بیننده عزیز، در چوک شاروالی مزار شریف هستیم. 3 روز پیش از این وطندار ما یک دوغ برده بودیم. حتما خوبش نبود. نه خوبش بود. دوغ برده بودیم. حالا آمدم که من اصلا اینجا بودم باز یک دوغ میگیرم، لکن بولانی را از همسایه‌اش گرفته بودم. بولانی را از او گرفته بودیم. بولانی هم از اینجا بگی که خوبش هست. نه این دفعه بولانی از اینجا بگیرم. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر، صحتمند؟ چطور هستین امروز روزه؟ شکر است میگذره پدر جان. نامتان؟ نام محمد طاهر. لالا طاهر جان چند سال میشه بولانی پخته میکنه؟ اولی را بگو. تقریبا 15 سال میشه. 15 سال؟ بله. همین 15 سال مکمل در این چوک بودی؟ در این چوک 37 سال از در این چوک هستم. یعنی پیش از 15 سال هم اینجا بودیم؟ بودیم. مصرف دیگه کار بودیم. روزانه چند بولانی پخته میکنید؟ 200-300 دانه میشن. یک نفر هستین؟ 2 نفر هستیم، خب همینجا کار میکنیم. واسه چی شده خانه تیار میکنید؟ نه همینجا تیار میکنیم. همینجا تیار میکنیم، همینجا سودا میکنیم. چند بجه شروع میکنید؟ 2 بجه یا 3 بجه؟ ما از 8 صبح شروع میکنیم. 8 صبح؟ بله. مواد را که آماده کردیم هر روز تازه. بعد از بخیر نماز پیشین خوانده که در پر کردن جور شروع میکنیم. بله. چی هست؟ ماش است، گندنه است، کچالو است، گوشت است. یعنی ها را که میبینید گوشتی است. بله. بولانی گوشتی؟ بله، گوشت گوساله. شک والا یعنی
در کابل هم دیده بودیم بولانی کباب بود. در مزار شریف این بولانی گوشت آمد. بازی را دانش چند است؟ 20 افغانی. 20 افغانی. یعنی بولانی گوشت کسی میخره یا نه؟ و تیکت میگیرم پشت از ما تیکت میگیرن گفتن. این او هم چی است؟ گندنه ماش است کچالو. نه همین دوغ کی جور میکنه؟ دوغ خودم جور میکنم. دوغم خودت جور میکنم. امیدوار هستم که افطار باشیم باز از دوغ مزه‌دار شما ببریم. این باز اگر بودیم از بولانی گوشتدار هم از پشتم میبریم. باز ما در تیکت هم نوبت ما رو بگیرین خب. بیا که نمیرسم. نه ما رو در قطار بگیرین خب. بیا ان شاء الله. ما اون بیچاره قضیات نمیخورم، ما قضیات نمیخوریم، فقط یک 3 دانه میخوریم. 1000 دفعه. صحیح؟ ما در خدمت. خان آباد سلامت باشید. بخیر باشید. بینندگان عزیز در چهارراه آچایب نامخدا یگان 15-20 هموطن ما شاید بولانی بفروشه و این آجی کاکا را خود چندین سال است که میشناسم. بولانی با کاکاجی که اصلا تو میپنده بیخی نمیفهم که چرا میپنده. سلام علیکم. چه حال دارید؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر. همین سوال اول است که چرا میپنده ای؟ باد میگیره؟ یگان زیر هوا میگیره. یگان سوزن نداره که دیگه هوایش بکشید؟ سوزن نمیشه باز. نه یه پچخ میکنید؟ میکنید که در این روغن باز خودش هوایش میبره. پس میبره؟ بله. نامتان؟ دوست محمد. کاکا دوست محمد چند سال میشه که بولانی پخته میکنید چوکی محیب؟ چوکی محیب 6 سال شده بیش از چیز دیگه. 6 سال میشه. روزانه چند بولانی میشه؟ روزانه به فعلا خیلی بولان فروش 11-12 دانه بولان فروش دیگه وقتا 400-500 میشه. حالا کم میشه؟ حالا 100-200 دانه است 200 دانه همون رقمی. باز بعدشون بعد از ماه مبارک رمضان میره دیگه. نه اینا خود باز هم موقتی هستن. موقتی هستن. نه. یک دایی بتیده اونا. دایی از اونا رو بتن که حال داییشان سرطان نمانه. اینه بگیرین. ماش است؟ ماش است کچالو است گندنه است. همینجا پر میکنین؟ همینجا پر میکنیم همینجا پخته میکنیم. چند بجه کار شروع میکنین؟ فقط بعد از 3 بجه شروع میکنیم. 3 بجه؟ بله. تا افطاری را؟ بله. چند نفر کار میکنین؟ فعلا 4 نفر هستیم دیگه. 4 نفر. بله. دوغ هم است. دوغ کی جور میکنه؟ شما یا اون بچه؟ دوغ هم خودم ما جور میکنیم از خانم یارو دوغاش از جداش جور میکنیم. دوغ هم خوب تیره هم هستم تو. ها؟ بسیار خوبش دیگه مقبوله دیگه. ماه رمضان است باید مردم خب افطاری بتیم دیگه. ثواب هم خرما. ثواب هم خرما بله. روزانه 200-300 میمونه؟ میشه شکر است بد نیست. خان آباد. شکر. خان آباد. بسیار زیاد تشکر. بخیر. بینندگان عزیز رسیدیم به قسمت آخر برنامه. از همه‌تان یک تشکری ویژه میکنیم. شما دیگه سخنای مولای صاحب بزرگوار شنیدین که کسایی که در رابطه با خصوصا کسایی که در ماه مبارک رمضان کمک کرده بودن و کمک کردن که چقدر ثواب داشتن دیگه شما از زبان یک عالم دین شنیدین. ما خو عالم نیستیم اما دوست داریم از علمای اکرام بر شما آنچه را که نمیدانین برسانیم. در چهارراه محیب یا چوک شاروالی هستیم. این افطاری را ما همکار ما یک چیز وعده دادیم. ما خپ خود زدم ولی گفت که میریم. ما گفتم صحیح سگنی ما گفتم یگان روز دیگه امروز به خاطر که بسیار خسته بودم. حالا میرم ودای برشون ادا میکنیم میریم طرف خواباشو باشم. اونجا میریم. اگر باز هم خواستین در چند روز ماه مبارک رمضان که مانده در کنار هموطنان عزیزتان باشین، ما یک پل ارتباط بین شما و اونا هستیم. ما کدام سازمان خیریه نیستیم، فقط در ماه مبارک رمضان تلاش میکنیم به هموطنان عزیز ما صدقه شما را برسانیم. میریم که ناوقت نشو 15 دقیقه مانده به افطار تا فردا که زه حیات الله استغزی تاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول پلوی پاک په هغه رب چې موږ تاسو پیدا کړی او موږ تاسو ته روح راکړی او بیا موږ ته روح د اسرائیل السلام په واسطه رانه اخلي سپارم. تر بیا ښې چارې.